خواهر شوهرم رفت و دیگه پشت سرش هم نگاه نکرد. آره درست شنیدی. من 21 سالم و تازه ازدواج کردم. متاسفانه پدر و مادر همسرم چند سال پیش فوت کردن و همسرم تصمیم میگیره تا خواهر مجردش رو بیاره پیش خودش و ازش مراقبت کنه. حدود 3-4 سالی میشد که همسرم از خواهرش مراقبت میکرد و داستان از اون جای شروع شد که قرار شد ما عروسی کنیم و من جهیزیم رو بیارم بچینم خونه همسرم. اما خواهر شوهرم خیلی ناراحت شد و با ما قهر کرد و دیگه با من حرف نزد. چرا؟ چون که میگفت این خونه رو بدید به من و خودتون برید یه جای دیگه زندگی کنید، برید مستاجر شید. ولی خب آخر رواست که ما این خونه رو با 1000 زور و زحمت و قرض و غوله خریدیم، الان بدیم دست خواهر شوهرم و خودمون بریم مستاجری؟ منم قبول نکردم و جهیزیم رو آوردم و چیدم توی این خونه. ولی از اون روز دیگه خواهر شوهرم با من حرف نزد و قهر کرد و رفت. دیگه حتی پشت سرش هم نگاه نکرد. الان هر از گاهی سراغمون رو میگیره ولی فقط به خاطر پول. ازمون فقط پول میگیره. نه یه زنگی میزنه حالمون رو بپرسه نه چیزی. حالا به نظر شما ما باید این خونه رو که با 1000 زحمت گرفتیم میدادیم به خواهر شوهرم و خودمون میرفتیم یه جای دیگه زندگی میکردیم؟ این پیج منه و روزمرگیمو میذارم. اگه دوست داشتی بیا تو پیجم و با ما همراه شو.